این انرژی هایی که در بازارها فروخته می شوند، حضرت بلال بدون این انرژی قدم خود را به جنت. از نشانه های قیامت ای امت من همین است که زنان آوازخوان زیاد. سخنرانی ابوبکر، سخنرانی عثمان و علی تنان انداز باشد، ولی متاسفانه هنوز آواز موسیقی به گوش جوان. تمامان امت رسول الله شراب می نوشند. جوانان امت رسول الله صلی الله علیه و سلم زمان خشم و غضب آسمان به زمین میبارد، زمانی که امت رسول الله شراب بنوشد. علامه و نشانه های قیامت امی است که زنان خواننده زیاد میشوند. چی میشوند؟ زنان خواننده زیاد میشوند. حال تیک تاک و فیسبوک و صفحات مجازی و شبکات اجتماعی را همیشه سر بزنید، این سایت های ماهواره‌ای اینترنتی را سر بزنید، همه که میخوانند زنان هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یکی از نشانه های قیامت ای امت من همین است که زنان آوازخوان زیاد میشوند. و بعد فرمود رسول صلی الله علیه و سلم و ظهرت القینات و المعازف، آلات موسیقی زیاد می شود. حالا آلات موسیقی در جیب هر کدام ما شما هست. یک موبایل در جیب هر کدام ما شما هست. حداقل زنگ عادیش هم یک موسیقی هست. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود این علامه ها که ظاهر شدن، این علامه ها که برآمد، یکی از علامه های دیگر هم همین است که و شربت الخمور، جوانان امت رسول الله شراب می نوشند. جوانان امت رسول الله صلی الله علیه و سلم شراب می نوشند. از حضرت عایشه رضی الله عنها پرسیدند مادر جان چی وقت خشم و غضب آسمان به زمین گل می کند؟ یعنی چی وقت آسمان خشم و غضب خود را به زمین می باراند؟ حضرت عایشه رضی الله عنها فرمود وقتی که جوانان امت رسول خدا زنا بکنند. یک بار بگوی نعوذ بالله. وقتی که جوانان امت رسول الله صلی الله علیه و سلم زنا بکنند. امروز اگر جوان زنای حقیقی نمی کند، زناهای گوش و چشم و زبان و اینها که هستند. گفتن وقتی که امت رسول خدا زنا بکنند، بعد فرمود رسول الله حضرت عایشه رضی الله عنها که از رسول خدا فرمود شنیدم که زمان خشم و غضب آسمان به زمین میبارد، زمانی که امت رسول الله شراب بنوشند. شراب بنوشند. خواهش دارم از تو جوان عزیزم، به خاطر خدا خواهش میکنم نخور مانستر. به خاطر خدا برایت میگم نخور مانستر. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود لا یشربن ناس من امتی الخمر، امت من شراب می نوشند و یسمونها بغیر اسمها، نامش رو دیگه گذاشتن، نامش ماندن آب جو، نامش ماندن بیر، نامش ماندن انرژی، نامش ماندن مانستر. ننوش برادر عزیز. کدام کمیته تحقیق کرد که در مانستر الکل مخلوط نیست؟ از کدام کمیته اسلامی تحقیق را به دست داری که بگویی که در مانستر هیچ مشکلی نیست، در حالی که میدونید در آمریکا هر روزه چندین نفر از نوشابه به نام مانستر جان میدن، به خاطر قندش بسیار بلند است. 1 و 2 تا 3 تا پای هم که مینوشن جان میدن، سبب مرگشان میشود. ولی امروز امت رسول صلی الله علیه و سلم بر راحتی مانستر و دستشان است که ما قوی شویم. در شهر بازار علنی هم میخورند با که از کسی هم ندارند، در حالی که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود وقت خشم و غضب آسمان بر زمین گل میکند، زمان که امت پیامبر شراب بنوشد. شما ببینید که امروز این انرژی هایی که در بازارها فروخته میشوند، حضرت بلال بدون این انرژی قدم خود را به جنت گذاشت. میدانید فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. کامیاب واقعی کی هست؟ پادشاهان کامیاب هستند؟ زندگی بردن؟ آوازخوانان کامیاب هستند؟ ثروتمندان کامیاب هستند؟ نه خیر، کامیاب کیست؟ فمن زحزح عن النار، کسی که خود را از آتش جهنم نجات داد، و ادخل الجنه، و داخل جنت شد، فقد فاز، این کامیابی واقعی هست. یک بار بگوین الله اکبر. نمیخوایم کامیاب شویم؟ میخوایم یا نمیخوایم؟ کامیابی به کجا است؟ یک کسی بگوی از این جوانا کامیابی به کجا است؟ بله؟ کامیابی به اطاعت الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. کسی که اطاعت از الله کرد، اطاعت از رسول الله صلی الله علیه وسلم کرد، اون دیگه به کامیابی بزرگ رسید.
رسول صلی الله علیه و سلم فرمود آلات موسیقی از علامه های قیامت است. به خدا قسم همین روزها هم در بسیار موترها سوار میشیم، هنوز هم موسیقی میشنویم، هنوز موسیقی میشیم، در هتل ها میریم هنوز موسیقی میشنویم، در گوشکی در گوش های جوانای عزیز ما که باید آواز قرآن تنین انداز باشه، در گوششان سخنرانی عمر، سخنرانی ابوبکر، سخنرانی عثمان و علی تنین انداز باشد، ولی متاسفانه هنوز آواز موسیقی به گوش جوان تمام روز فعالیت میکند. آیا این جوانان میتوانند بیت المقدس را فتح کنند؟ بیاییم که به آرمانهای شهدا و آرمانهای مجاهدین خود تحقق ببخشیم. عمر مختار فرمود جوانان امت رسول خدا در برابر کفار استاد میشوند، با موسیقی میشود؟ نمیشود. موسیقی که مریض میکنه قلب من تو. موسیقی که به هیچ معصیت کس رشد نکرده، به خدا قسم به معصیت کس رشد نکرده. اونهایی که موسیقی مینوازن، موسیقی میخوانن، علما میگن عمرشان کوتاه هستن، به خاطر درون از اونها تلاطم از امواج غمها هست. اونهایی که میخوانن، اونهایی که مینوازن ناکام دنیا هم هستن، ناکام آخرت هم هستن. رسول الله صلی الله علیه و سلم و الله رب العزت و الجلال کامیابی بزرگ را اطاعت از خودش و اطاعت از محبوبش رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است. بنابراین عزیزان من یک قول به من بدهید، شما همه جوان هستین، دعا کنید که الله مرا توفیق نصیب بگرداند و دعا کنید که پروردگار تمام جوانان امت اسلامی را توفیق نصیب بگرداند. با موسیقی خداحافظی میکنید؟ از ته دل یک جوان نمیفهمده این مجلس هست یا نیست. باور کنید همین هفته من در سفر کابل بودم، یک وایس گذاشته بود در واتساپ من، در وایس گفته بود که جناب مولانا من یک عاشق یک دختر شدم در افغانستان. این دختر رفت به ترکیه، من هم تمام زندگی خود را که داشتم زحمت کردم، پول به دست آوردم، رفتم به سرزمین ایران و میخواستم کوچاکی به ترکیه برم به اون دختر وصل شدم. گفت تمام گوشیم از موسیقی هایی که به عشق و عاشقی نزدیک میکند پر بود، یعنی حرکات سکناتی که به عاشقی نزدیک میکند به تمام گوشی من پر بود. من از تیک تاک و از این طرف و اون طرف دانلود میکردم، پر بود تمام گوشی من از موسیقی. ولی وقت رفتم به ایران، گفت اونجا صحبت را شنیدم که صحبت شما بود، در اونجا گفته بودن که محبت الله بهتر است یا محبت یک دختر. گفت این صحبت را من شنیدم، به خدا قسم. اون جوان گفت دست و پای من در آن واحد به لرزه آمد، تمام موسیقی را پاک کردم. جناب مولانا من دوباره به شهر خود به افغانستان آمدم و من میخواهم که از کنار پدر و مادرم بروم و میخواهم که عالم دین الله شوم. پس عزیز من باور بکنین این دین به شما نیاز دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم آواز میکند در قبر مبارکش ای امت من، روز قیامت مرا بی آبرو نکنید، روز قیامت مرا شرمسار نگردانید، روز قیامت تک و تنها میایین، فرد کفن در گردن کلگی آویزان است، لخت و مادرزاد، هیچ کس به درد نمیخورد. اونجا در صحرای محشر پرسان میشود، الله رب العزت و الجلال از تک تک و فرد ما پرسان میکند. آمادگی داریم ما؟ پس بیاییم که آمادگی بگیریم. در یک سفر کابل میری آمادگی میگیری. این سفر پرخطر به نام سفر آخرت که سفر بسیار خطرناک است. انشالله قول میدهیم که از موسیقی خداحافظی میکنیم. الله به کل ما توفیق نصیب بگرداند. بیاییم عزیزان من، این همه موسیقی شنیدیم، این همه موسیقی شنیدیم، کل ما موسیقی شنیدیم ولی آرام نشدیم. هر موسیقی ما را مریض‌تر کرد، هر موسیقی مشکلات ما را زیادتر کرد، هر موسیقی غمهای ما را زیادتر کرد، هر موسیقی زنان ما را نافرمان ما کرد، هر موسیقی فرزندان ما را ناخلف گردانید. بیایید من یک نسخه برایتان میدهم، همین اندازه که شما موسیقی شنیدین 40 روز قرآن بشنوید. قرآن، آواز دلارای قرآن. وقتی دکانت را باز کردی صبح وقت قرآن را بگذار. اگر همین روز در دکان تو برکت نیامد، اگر وقت از خواب بلند شدی قرآن بشنو برکت به تو نیامد، اگر جوان به قرآن رفیق شد زندگیش دیگرگون نشد، اگر درونش را الله رب العزت و الجلال آرام نکرد، بعد من همیشه گفتم گردن من ریسمان تو، هر جایی که مرا دار میزنی دار بزن. پس عزیز من چه بگویم؟ فقط قرآن است که آرام میکند ما را. این موسیقی ها آرام نکرد.
هیچ درد را درمان نکرد، هیچ عشق را به پایان نبرد، هیچ عشق را به سرحدش نرساند، بلکه این موسیقی ها زندگی جوان ما را به بدبختی کشانید. امروز جوان ما به خاطر همین موسیقی از بال طیاره محکم گرفته بودند که برن به آمریکا. به خاطر همین موسیقی بود که جوان ما وحشی شده بودند، جوان ما بی حیا شده بودند، جوان ما بی شرم شده بودند، جوان ما به این سمت و به آن سمت تمام روز چشمشان میچرخید. ولی الحمدلله ثم الحمدلله جوانان این امت بیدار شده. یک بار با آواز بلند بگوین الله اکبر. در شبکه ابونه شدن شما نه تنها به خود یک چیز نمیگیرید، شما از آن شخصانی میشوید که دینمان را پهن میکنید.